ساعت به وقت پروگرام یک است و برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 7 دکبر این موضوع را داره. 22 کیلو چرس در جنوب تاجیکستان زنی را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت نمودند. نزدیکان میگویند میجگانه را تهمت کردند. صدمه مرگبار و هلاکت 6 عضو یک خانواده در کراسنوداری روسیه. در نویه فیض‌آباد تاجیکستان تابوت بیبی با نبیره‌هایش را منتظرند. و ما نیز عضو فعال جامعه هستیم. زیر این شعار در دوشنبه بانوی زیبا و هنرمند را در بین افراد دارای امکاناتشان محدود انتخاب کردند. خیلی وقت اگر شد در اما قشلاق خودمون درس میدهم. در نویه همدانی یک زن 35 ساله را با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات میگویند میجگانه محمد رحیم و در نویه هم مرز با افغانستان و با 22 کیلو چرس دستگیر شد. به قول تفتیشات محمد رحیم و یک هفته قبل از بازداشتش از اسفره به همدانی نزد مادرش رفت، ولی با گفته مفتشان در اصل هدفش قاچاق مواد مخدر بود. اتهامی که خود این زن و نزدیکانش اعتراف نمیکنند. کامی گدایی کن دختری من نکدایی کنه نکدایی دختری من کدایی نیستی بچه. مادر میجگانه محمد رحیم و میگه دخترش صاحب 3 فرزند است و آنها را به تنهایی بزرگ میکند. اگر گناه این زن اثبات شود از 12 تا 20 سال پشت پنجره میرود. برنامه را ادامه میدیم. تاجیکستان من بعد بنابر احتمال تهدیدها به نظام مالی کشور از بانک آسیای رشد تنها گرانت دریافت خواهد کرد. کارشناسان نهاد مالی بعد تحلیل به خلاصه آمدند که دادن قرض‌های نو به این کشور آسیای مرکزی به منفعت دولت نیست. جزئیات را از همکارانمان میشنویم. بانک آسیایی رشد تصمیم گرفته است که تقدیم گرانت یا خود کمک‌های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین المللی مالی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک میکرد. خبرنگار تلویزیونی نسته شفریم با اشاره به نتیجه‌گیری کارشناسان بانک آسیای رشد میگوید قرض‌های علاوه‌ای تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر کرده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمیناً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار یعنی تقریباً 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیای رشد 20 سال این جانب با تاجیکستان همکاری داشته در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراستراکچور جمهوری، سرمایه‌گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیک و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. بانک مذکور بزرگترین تقدیم کننده گرانت به اقتصاد تاجیکستان است. سال گذشته قرض تاجیکستان و به ویژه قرض خارجی این جمهوری کمی بالا رفت. کارشناسان ساحه مالی قرض تاجیکستان و امکانات بازگردانی قرض از طرف این جمهوری را تحقیق نموده به خلاصه آمدند که تهدید به نظام مالی و بازگردان قرض تاجیکستان بیشتر شده است. وکیلان مردمی تاجیکستان هم موافقند که فعلا جمهوری فقط به کمک‌های بلاعوض و قرض‌های بدون بهره و یا با امتیاز احتیاج دارد. با نظرداشت تهدیدهای خارجی در منطقه و تهدید به نظم و ثبات که مثلا از سمت افغانستان احساس می شود، واقعا تاجیکستان حالا به کمک‌های بلاعوض و به قرض‌های امتیازناک و بدون بهره نیاز دارد. وکیلان پارلمان تاکید میکنند که با استفاده از این سرچشمه ها و اقدام های حکومت کشور، قرض دولتی تاجیکستان باید سال آینده 420 میلیون دلار کاهش یابد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. صبح دیروز در پی صدمه نقلیاتی در روسیه 5 عضو یک خانواده تاجیک به هلاکت رسیدند. طور تلویزیون روسیه خبر می‌دهد صدمه مرگبار در منطقه کراسنودار رخ داده است. ماشینی که در آن صدبرگ شریپوی 68 ساله همراه 4 نبیرش قرار داشت به خودروی یاری تجلی برمیخورد. در نتیجه 6 نفر هلاک شده، 4 کسی دیگر مجروح گشتند. ففتیدگان از دهه کپگوریزی نویه فیض‌آباد بودند و به مهمانی می‌رفتند. پلیس میگوید راننده ماشین وز از عهده اداره ماشین برآمده به سمت مقابل حرکت کرده است. انتظار می‌رود جسد مهاجران هلاک شده تا صبح فردا به تاجیکستان انتقال داده شود.
در سال انجانب صدها هزار شهروندان توجیکستان در چند مناطق کشور امکان دارند به طور رایگان زبان انگلیسی بیاموزند. چنین شرایط رو گوشه‌های آمریکایی فراهم آوردند که در مناطق مختلف عمل میکنند. مسئولان میگویند مرکزهای مذکور به مثل پل است که مردمان دو کشور را به هم پیوند میسازند. درباره نقش گوشه‌های آمریکایی در حیات جوانان توجیک برای یوسفی معلوماتی بیشتر میدهد. اکثر این جوانان دانشجو و مکتبخوان هستند که تقریبا هر روز به گوشه آمریکایی در شهر دوشنبه می آیند و دانش زبان انگلیسی و اختراع کاری خود را تکمیل می کنند. ارزو حفیظوف دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان است و تقریبا یک سال اخیر منتظم به این گوشه آمریکایی می آید. ما تمام معلومات را از اینترنت دسترس میکنیم و این اویدی تکنولوژی الکترونیک، ربات سازی و دیگر کارها ما یاد گرفتیم که ساختن آنها را طرز به کار آوردنش و برنامه سازی را که به کار آموختیم در اینجا. این گوشه بزرگترین آمریکایی در تاجیکستان است. همساله بیش از 500,000 شهروند تاجیکستان در 8 چنین مرکزهای آمریکایی در کشور زبان انگلیسی و دانش‌های خود را تقویت می‌دهند. در کشورهای دیگر آمریکا نه بیشتر از 4 گوشه‌های آمریکایی دارد. ما موفق شدیم که در اینجا 8 مرکز گوشه آمریکایی گشاییم که توسط دستگیری بخش خصوصی انجام شد. مثلا به نزدیکی ما در خوجند بودیم. گوشه آمریکایی نو را افتتاح کردیم با کمک یک سازمان خصوصی غیر تجارتی که برای اجاره و ترمیم بنا سرمایه گذاری کرد. در گوشه‌های آمریکایی در تاجیکستان اینترنت، آموزش زبان انگلیسی، آموزش تجربه ساختن ربات و برنامه‌ها رایگان است. ورود به این مرکزها مربوط به سن و سال نیست. هدف فعالیت این مرکزها را مسئولان شناسایی بیشتر به آمریکا عنوان می‌کنند. برای آمریکا، برای اقتصاد ما، یعنی فناوری و اینوواسیون یک نقش بسیار مهم اجرا می‌کند و این محفل خود هم درباره برنامه‌سازی، درباره کامپیوترها و این خیلی فایده‌مند برای این کسب، برای اگر خواهند یعنی یک در کسبی فناوری کار کنند بسیار مهم. توجه به آموزش زبان انگلیسی، تلاش تحصیل در مکتب‌های عالی آمریکا و هم آشنایی با زندگی در غرب بعد پاشخوری شوروی از بین رفتن دیوارهای بلند مرز بیشتر شد. اگر در سالهای شوروی زبان روسی در جامعه تاجیکستان کفیل زندگی و کار خوب دانسته میشد، حالا دیگر با زبان روسی محدود نمیشوند. از سوی دیگر در دوشنبه و مرکزهای ولایت‌های تاجیکستان گوشه‌های به اصطلاح روسکی میر فعال هستند. ولی مشاهده نشان می‌دهد که با این مرکزهای روسی تعدادی به مراتب کمتری جوانان تشریف می‌آوردند. زبان انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی دور برای بسیار تاجیکان چپته زندگی آزاد در غرب و اروپا شده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. آزمون زیبایی به عنوان معلول در دوشنبه با پیروزی منیژه نوزیمова و شریکان بادام به پایان رسید. به فرق از دیگر سبقت‌های همسان، داوران شرکت‌داران آزمون را از روی فعالیتشان در جامعه واگذاری کردند و البته هنرهای آنها نیز به نظر گرفته شد. همکاران ما قبل از آزمون با شرکت‌داران صحبت داشتند و گزارشی بعدی ما در همین باره است. در اینجا لباس‌های طراحان معروف و آرایشگران شناخته به چشم نمی‌رسد. شرکت‌داران نخستین آزمون زیبایی برای افراد دارای امکانیتشان محدود با لباس‌های در اختیار داشتهشان آمدند. هر یک این بانوان نقشه‌های خود را دارد. مکتب عالی را بود کردگی بعد این من در یگان جا خیلی کار کردگی نبودم و یک باره خیلی به امی کسلی دچار شدم، ولی افسوس شده در امی مرا بچه معیوبی شدگیم و میخواهم در جامعه موقع خود را یابم. لیلا نادیرова 18 ساله هدف دارد به دیگران ثابت کند که افراد معلول از آدمان سالم فرق نمی کند. ما هم پیش رویم باید خلق به نشان دهیم که ما خفا مانده نیستیم. من نمیخونم لیکن من самоучка میشه батучки از زبان انگلیسی، روسی اینها رو میدونم. باز گاه خیلی وقت اگر شود در اما قشلاق خودمون درس میدهم.
назира мехоҳад ба ҳамтоёнашон ки ба мисли ӯ дар аробача ҳаракат мекунанд намуна шавад. ҳамаи одамо зебоянд. Аслан зебои ду нав мешавад: ботинӣ ва зоҳирӣ. Танҳо мушкил дар ин аст ки баъзе одамон ба худашон боварӣ доранд, бархе не. Ман ба худам эътимод дорам ва мехоҳам дигарон низ дар мисоли ман гузоштани қадамҳоро шурӯъ намоянд. ба фарқ аз дигар сабқатҳои зебоӣ дар ин озмун, аъзои ҳакамон ба симои зоҳирӣ ва ҷилваи ширкатдорон дар саҳна баҳо намедиҳанд. озмун ҳамагӣ аз ду бахш иборат аст. Нахуст 12 ширкатдор дар бораи худаш маълумот медиҳад. дар қисмати дуввуми озмун ҳунари худро ба намоиш мегузоранд. давре маълум шуд аксари онҳо ба дӯзандагӣ ва кадбонӯӣ иштиёқ доштанд. ташаббускорони ин чорабинӣ мегӯянд ҳамаи ширкатдорон хуб ҳунарнамоӣ карданд. ба ғолибон ашёи рӯзгор ва маводи ороишӣ тақдим шуд. се асосии проблемае ки имрӯз вуҷуд дорад ба мо баён кунед. мо мехостам гуфтам ки якум ин проблема ин қонунҳое ки айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад, ин қонунҳоро мо дар пиёда кунем, яъне ки иҷрои ин қонунҳоро пеша кунем. ин якум. дуюм, ин як муҳити дастрас таъсис додан барои шахсони маъюбият дошта. ва сеюм, мониторинг оиди ҳамин дастрасӣ, муҳити дастрасӣ кардан. ташаббускорони озмуни зебоӣ ҳамчунин тӯли чанд рӯз намоишгоҳи махсусро баргузор карданд ки дар он маҳсулидастони афроди дорои имконияташ маҳдуд ба маъраз гузошта шуд. дар идораи пулиси шаҳри Тошканди Ӯзбекистон афсарон рӯи Қуръон даст гузошта қасам ёд мекунанд ки пора намегиранд ва қонунро ҳимоят хоҳанд кард. ҳамин гуна маросими савгандёткунӣ дар миёни фермерҳо ва табибон ҳам ҷой доштааст. ин хабарро ҳамкоронамон дар бахши ӯзбекии радиои Озодӣ пайгирӣ доранд ва ҳоло Сироҷдини Ислом ҳамкори мо дар студия ҳамроҳамон аст ва рӯ меорем ба ӯ. Сироҷдин, салом. ва хуб бигӯед ки ин чӣ маросим аст ки дар як давлати дунёвӣ кормандонро маҷбур мекунанд ки ба Қуръон савгандёд кунанд? خب میدانید هفته گذشته در ناحیه یوقار چرچق یعنی چرچق بالای ولایت تاشکند مراسم برگزار گردید. در آنجا کارمندان پلیس، افسران کارمندان عادی پلیس قسم خوردند، سوگند یاد کردند که دستشون به قرآن ماندن و سوگند یاد کردند که رشوه‌خواری نمیکنند، از مردم پول پاره نمیستانند. البته این حادثه به نظر ما بار اول است بین کارمندان پلیس، ولی در دیگر اداره های دولتی ازبکستان این گونه تدبیرها با 6 ماه آخر برگزار می شود. نه تنها کارمندان پلیس بلکه شفاکاران، دکتران، محاسبان، کارمندان یعنی تو این حد جدی است مسئله رشوه‌ستانی در ازبکستان؟ البته ازبکستان یکی از کشورهای فسادزده ترین دنیا به حساب می رود. سالها اخیر مخصوصا در کارمندان پلیس، دکتران، شفاکاران و کارمندان امنیتی و گمرکی بین آنها رشوه‌خواری خیلی پخش یافته بود و خود میرزیایف اینها را خیلی زیاد تنقید کرده بود و گفته بود که باید اینها قسم خورند و طبق قسم خودشان ویران نکرده کارشان پیش برند. یعنی از نوعلاجی است. یعنی البته از نوعلاجیش و به نظر من شوکت میرزیایف میخواهد که بر ضد فساد اداری یک حرکت گسترده را ادامه دهد و یک به نتیجه خوب برسد. خب یعنی تا کجا این با منفعت است و واقعا میتوند پیش روی فساد بگیرد از نگاه؟ خیلی سخت است، چون که ازبکستان در تمام نهادهای کشور این چیز هست و این پیشگیری کردن بسیار مشکل است به نظر من. تشکر زیاد برای صحبت و بینندگان عزیز شما میتونید تفصیلات این موضوع رو در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. خب و با این مطلب میرسیم به فرجام برنامه امروز. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی رو میتوانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال ابونه شوید. فردا نویدی بامدادی تقدیم شما میشود. تا فردا، خدا نگهدار.